اونجا زندگی خوب پیش میرفت، ولی ایرانیان بیشترشون مثلا نجات پرستی میکردن و هر جا افغانی میدیدن افغانی مثلا فوش میدادن. بعد نمیذاشتن افغانی ها مثلا آرامش داشته باشن تو ایران، نمیذاشتن مثلا به راحتی بیان سفر کنن. کدام نجات پرستی خودت دیدی؟ بله، وقتی مثلا بد یا مثلا زور میگفت یا میزدت، فهمیدی کاری نمیتونستی بکنی چون مملکت خودشون بود. یعنی جنگ کردن نمیتونستی کنی یا از حق دفاع کردن نمیتونستی کنی؟ بله چون که مملکت خودشون بود، طرفدار همونا می بود. حالی که در آلمان زندگی میکنی در اینجا چطور است؟ در آلمان قانون داره، حتی اگه آلمانی هم بهت یا حرف بدی بزنه میتونی ازش شکایت کنی، قانون داره، همه چیش خوبه نسبت ایران. پس میگی زندگی در اینجا بهتر است، در اینجا نجات پرستی کمتر است؟ بله، اینجا آدما بیان درس بخونن، کار کنن، برای پدر و مادرشون پول در بیارن، جنگ نکنن، چی نکنن، خیلی زندگی خوبه برای. پس برای وطندارا میگی در جای مهاجرت به ایران مهاجرت به آلمان. بله. خودت چند سال در ایران زندگی کردی؟ 8 سال 7 سال در ایران 8 زندگی. سال در ایران زندگی کردی؟ بله. قبل از اینکه بیای اینجا؟ بله. خب زندگی در ایران چطور بود؟